چی شد پس اون سوالی که قرار بود بپرسید؟ گیجی بسیجی هم مثل که مصریه، نمیخواد. اصلا خودم میگم داستان داووس روشنه. محل دلبری و ذوق زدگی شیخ فری بود. همچی برا خودش باله میرفت که 60 پاشو تو جیب نفر بغل دستی پیدا کردن. حرفای گنده تر از دهن و خلاصه افه های کت کلفت و قولای گنده گنده، انگار نه انگار که ولی فقیه زنده است اینجا. من خودم شخصا بهش تلفن زدم، گفتم ببین حاجی فری، زهر خوردنم آداب داره. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن که دکتره به شوته گفتش که این همه قاشق تو شکمت چه کار میکنه؟ شوته گفت خودت گفتی که روزی یه قاشق بخور. اما یادتون نره یه سوال قرار بود سر موقع بپرسید که اونم از دستتون رفت. من همون یک سوال رو بپرسم فرمودید. شما خسته نباشید با این واکنش سریعتون. نه خیر، بفرمایید برای سوال کنفرانس مطبوعاتی هفته آینده خودتون آماده بکنید. از نظر استراتژیکی میگن سوزوندی یا غرق کردی. چرا؟ چون که از قدیم گفتن که شباهت نون سوخته با آدم غرق شده اینی که هر دوشون رو دیر کشیدن بیرون. سوال بعدی در مورد دستور جلسه مذاکراتی که خانم اشتون و جناب آقای دکتر ظریف در نیویورک خواهند داشت، میشه یه سری توضیحات بفرمایید که در رابطه با کدوم قسمت از برنامه هسته ایران قرار هستش که در این مذاکرات بحث بشه؟ قسمت عقب سمت شاگرد. همچین میگی کدوم قسمت؟ انگار که داستان زهر و این حرفا به گوش نخورده. بابا گذشت اون زمانی که ما هم نظر میدادیم که راجع به چی صحبت بکنیم. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن که بدی روزای خوب اینه که بعدا معلوم میشه که روزای خوبی بودن. با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران در گام نخست اجرای توافق ژنو در حال اعتمادسازی است، نه در حال امتیازدهی. این حرفا از کجا اومده؟ همایش بسیج نیست که نه در حال امتیازدهی. بابا ولایتی نزده داره میرقصه، رفته اون ور حاجی رفسنجانی و شیخ فری وایساده. لاریجانی هم همینطور، حقم داره البته. خود مقام عظما زبون بسته لام تا کام صداش در نمیاد سر این حرفا که اونم دلیل داره. البته خب ته حرف همشون یکیه ها. از قدیم گفتن که قناری و کلاغ فرقی با هم ندارن، فقط قناری سنتی میخونه، کلاغ راک. یعنی کلا که این تاقچه بالا گذاشتنهای کشکی رو باید دیگه کم کم گذاشت کنار. کم کم که چه عرض کنم، تون گذاشت کنار. مرحوم ابوی بازم میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن که شوتر رفت پیش دکتر متخصص میخواست تاقچه بالا بذاره، دید ویزیتش خیلی گرونه، گفت اگه تخفیف میدی میگم کجام درد میکنه، وگرنه خودت بگرد پیداش کن. خسته نباشیم. اعلام شده بود که تیم کارشناسی ما برای دور جدید مذاکرات 120 نفر، یعنی تقریبا 3 برابر افزایش پیدا میکنه. میخواستم بدونم که جزئیاتی از اینکه این ترکیب، افزایش این ترکیب متعلق به کدوم دستگاه هاست میتونید ارائه بدید؟ هیچ بابا، خب هر وقت صحبت سفر نیویورک و ژنو و وین و از این حرفا میشه خب همینه دیگه. این وسط هرچی ندید بدید باشه میپره جلو، اونا با خودشون بار میزنن ور میدارن میبرن اینجاها. همین سری آخرشونا تا همین آخری به آسانسور میگفتن تاکسی دیواری، حالا رفتن اونجا تو مذاکرات کارشناسی شرکت میکنن. تو اخبار دیدیم که مشاهده کردیم مدیر کل آژانس بین‌المللی اتمی از تأسیس دفتر موقتی توی ایران خبر داده، تو تهران با اجازه ایران. می‌خواستم ببینم موضع وزارت خارجه در این خصوص چیه؟ شما اجازه بده من خیالتو راحت بکنم که دیگه یکی یکی پیله نکنی. جام زهر تاثیرات و عواقبش همین چیزاست دیگه، شاخ و دم که نداره. کجای کاری شما؟ زهرش از اون زهراست که اگه یه قطرش رو پرگار بریزه به جای دایره بیضی میکشه. فهمیدی یا نه؟ یه گیلاسش رو شیطون بخوره همه رو به راه راست هدایت میکنه. داستان ژنو 2 و سوریه مگه چی بود؟ اون هفته که سیلی بانکیمون بود تو بناگوش مقام عظما، این هفته هم این داستان قر و اطفار ظریف مشک. شکاف عبای جرخورده مقام عظما تا ژنو رسیده. حالا موضع اثر دفتر آژانس مثلا چیه؟ برو بابا، خب تو مسافرخونه که نمیخوام بخوابن. I wonder if you could tell me what the Iranian government would like to hear from President Obama about Iran and what it would not like to hear. اوکی مستر، جواب تو به انگلیسی میدم. جام آف زهر وری سنگین. مقام عظما
اصلا به استیلش نمیخوره که بگه چی دوست دارم بشنوم چی دوست ندارم. مرحوم فادر always میفرمودن که بزن بهادر. عرض میکردم بله، میفرمودن که از اون یارو ریغوه پرسیدن که شما تو زبونتون به کرگدن چی میگین؟ گفتش که ما غلط میکنیم بهش چیزی بگیم. اوکی مرسی، چیکار کنیم دیگه؟ تو دنیای امروز آدم اگه 3-4 تا زبون خارجی رو بهش مسلط نباشه استراتژیست نیست. اگه